حدیث مشهور داریم در بخاری که مرد در بنی اسرائیل از کنار چاه میگذشت، دید که سگ تشنه‌ای در کنار چاه از دست تشنگی زبان خود را کشیدم و خاکهایی که نم آلود است همونا رو میلیسه. این مرد داخل چاه شد، کفش خود پر از آب کرد، از چاه بیرون شد، پیش سگ گذاشت. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود به خاطر همین مهربانی که به همین حیوان کرد، الله رب العزت و الجلال همین انسان مورد عفو و بخشش قرار داد. حتی مهربانی به یک حیوان. حدیث دیگر داریم ما در بخاری که زنی در بنی اسرائیل پیشک را حبس کرده بود، زندانی کرده بود، نگذاشت که از حشرات زمین استفاده بکنه، گرسنگیش رفت شد و از دست گرسنگی جان داد. رسول صلی الله علیه و سلم میگه به خاطر همین بیرحمیش الله رب العزت و الجلال فردای قیامت این زن را به آتش جهنم میاندازد.